خب سلام. امروز اومدیم با یه فیلتر شکن دیگه. فیلتر شکن پرایوت و وی پی ان یه فیلتر شکن پولی هستش. تا زمانی که در ایران اینترنت ها بسته شده بود به کاربران ایرانی گفته بود که اگر اکانت بسازید ماهانه 9 گیگ بهتون حجم رایگان داده میشه. این فیلتر شکن تک و توک با همه اپراتورها کار میکنه، ولی نکته عجیب و جالب و البته خوبش اینه که انگار ساخته شده برای همراه اول و الان با آپدیت هایی که داده با همراه اول نسبتا خوب کار میکنه، بهتر از یعنی سایر اپراتورها. و خب اگر همراه اولی هستید حتما این ویدیو رو با دقت نگاه کنید. من لینکش رو براتون زیر ویدیو تو دیسکریپشن میذارم. کلا هر چی لینک نیازه معمولا بخصوص به کانال خودم در دیسکریپشن هر ویدیو من پایین زیر ویدیو میذارم. اگر خواستید این رو خودش نسخه اصلیش رو دانلود بکنید و خودتون اکانت بسازین، یا یه سری اکانت من گذاشتم تو کانال کپته، یکی دو تاشو تست کردم کار نکرد، از اونها استفاده کنید یا خودتون اکانت بسازید و ماهانه 9 گیگ رو بگیرید. و اگر نخواستید در واقع بیایید توی کانال و اینجا من نسخه مود شده یا کرک شده رو گذاشتم که رایگان هستش. این رو دانلود و نصب بکنید. توضیحات اتصالش رو هم ریز به ریز نوشتم. این رو دانلود بکنید و اینجا نصب بکنید. این رو وقتی دانلود میکنید 9 گیگ رو باز بهتون نشون میده، ولی ترسی نداشته باشید. بعد اینکه تموم شد وی پی ان رو ببندید و از نو باز بکنید، 9 گیگ دیگه به شما داده میشه. خب این رو برای مثال ما نصب کردیم، بیریم خودش رو باز میکنیم پرایوت و وی پی ان همون نسخه مود شده رو. این توضیحاتیه که توسط چه کسی مود شده. کنسل رو میزنیم وسطی. ساین اپ داره و لاگین، روی لاگین ما میزنیم. از نو ببخشید ببندم و وا کنم. هر چرت و پرتی خواستید میتونید بزنید. بعضی اوقات ممکنه به درستی این عمل نکنه و نشون بده که دیتایی وجود نداره، که خب راه حل اینم هستش، این هستش که ممکنه برای بعضی اوقات اینجا بشه. یعنی دیشب که من خودم استفاده میکنم به این صورت نبود. میبندمش و مجبوریم متاسفانه از یک فیلتر شکن دیگه استفاده بکنیم، کانکت بکنیم تا بتونیم به اون متصل بشیم. کانکت شد. پرایوت و وی پی ان از نو. لاگین میزنیم یه سینش. هر سری یه ادایی در میاره متاسفانه. ببینیم علتش چیه. الان که پرید کامل بسته شده. فیلتر شکن باید روشن باشه. تو هر سری که اگه یه موقع از اکانت پریدی بیرون، یک چرت و پرتی اصلا مهم نیست چی باشه، بعد به هم پیوسته باشه، در یوزر و پسورد وارد بکنید به عنوان یوزر و پسورد تا واردش بشه. خب روی دکمه بالا سمت راست 3 تا خط دکمه همبرگری به اصطلاح بزنید. یک صفحه باز میشه. گزینه دوم VPN پروتکلز هستش، میبینید اون رو میزنیم باز میشه.
از میون چیزهایی که هستش، پروتکل هایی که هستش، اوپن وی پی ان آخری رو میبینید انتخاب میکنیم. برای همراه اول باید حتما TCP باشه، پروتکل وا میکنیم TCP رو انتخاب کنیم و پورتش 3074. چجوری پورتش 3074 میشه؟ وقتی گذاشتید پایین اسکرامبل رو روشن کنیم، الان خاموش، الان روشن، دیدین تغییر میکنه پورت. ولی برای در واقع اینترنت های دیگه میشه UDP هم باشه و اینجا من توضیحاتش رو داخل کانال نوشتم، چه پورت هایی و چه کشورهایی بس میشه. ولی برای همراه اول شما پورت رو در واقع نمیتونید انتخاب بکنید، نداره 3074. بنابراین اسکرامبل رو حتما باید عذرخواهی میکنم روشن بکنید تا 3074 انتخاب بشه. بک رو میزنید، ضبط رو میزنید. این قطعا متأسفانه نسخه مود شده حتما یه اشکالی پیدا کرد، چون قبلا 6-7 تا کشور باز میشد، همونجوری که می‌بینید آلبانیا، آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کشورهای نسبتا زیادی باز میشدن، ولی الان فقط آمستردام نیدرلندز هستش و البته خطوطش خوبه، صد خطش پره. این فیلتر شکن قبلی رو لازم نیست خاموش بکنید، اینو بزنید خودش در واقع خاموش میشه. فیلتر شکن قبلی بزنید تا کانکت بشید، بهش فرصت بدید، چند بار پشت سر هم نزنید. تلاش میکنه برای کانکت شدن. نمون آپدیتینگش برای چیه، ولی اینجوری که نوشته هنوز درست حسابی هرچند نمیشه کانکتد، فکر کنم درست حسابی کانکت نشده. حالا برای تستش بریم داخل تلگرام ببینیم در حال اتصال هنوز می نویسه یا نه. بله می نویسه، درست معلومه نتونسته ارتباط برقرار بکنه. من حدس میزنم بعد اینکه فهمیده در واقع این فیلترشکن مود شده فقط یک سرور رو گذاشته که رایگان باشه، به این خاطر فقط به یک سرور میشه وصل شد. کمی سعی و تلاش باید کرد. به هر حال هم اولی که تقریبا به چیز خاصی به اون صورت وصل نمیشه، یه کمی تلاش و صبر و حوصله براش بد نیست. این همه که بسته بودیم باهاش. حالا به هر صورت بله کانکت شد. آی پی رو هم نوشت، VPN آی پی. اینجا میریم و میبینیم در حال اتصال هنوز هست، ولی قطعا باید رفع بشه. بله متصل شده. اینجا میبینید من جزء پیام‌های پین شده گذاشتم، نسخه کرک شده پرایوت VPN. اگه دوست داشتید خب البته نسخه اصلی رو دانلود بکنید و میبینید که کانکت هستش و هنوز هم آمستردام. دیشب که من تست میکردم سرورهای بیشتری بود، که کشورهای بیشتری بودش، لوکیشنهای بیشتری بودش، ولی متاسفانه نیست. برای همراه اول همونجوری که گفتم حتما دکمه همبرگری رو بزنید، بعد این تنظیمات رو رعایت کنید. VPN protocols، OpenVPN، TCP و پورتش 3074 که در واقع انتخاب نمیشه کرد، من اینکه این دکمه رو حتما روشن کنید. اسکرامبل حتما میبینید پایین صفحه روشن بکنید و صبر و تحمل داشته باشید. با ایشالا ماشاءالله این متصل میشه و میتونید از اینترنت آزاد به راحتی استفاده بکنید. خب تا درود دیگر و VPN دیگر، خدا نگهدار.